خانه‌های فرو رفته در آب و گل، نه سقف برای نشستن و نه هم چیزی برای خوردن و پوشیدن. این خانه‌ها در حومه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور هستند که در سیلاب‌های روز جمعه به چنین حالی رسیدند. در شو که مردم بعضی خوب کرده بودن، بعضی نکرده بودن. اینجا سر صدا شد، قیری شد که کمک. ما مردم آمدیم در کمک از این خودی نفر که بیگوش بدر کردیم. یک زن دیشت دو تا کودک زیر خاک او عرصت. بر بنیاد آمارهای مسئولان محلی طالبان در غور، در این رویداد مرگبار در شهر فیروزکوه و شماری از ولسوالی‌ها تاکنون حدود 50 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و شماری هم ناپدید هستند. بیش از 6000 خانه و هزاران هکتار زمین زیر سیل ویران شدند. اینجا حتی در شهر فیروزکوه نیروهای مددرسان به چشم نمیخورند، نه در بخش کمک‌های فوری غذا و لباس و نه هم در مهار آسیب‌های این سیل ویرانگر. سیلاب‌ها در داخل شهر فیروزکوه هم ویرانگری کردند. دکان‌ها پر از آب و گل هستند. شماری توانستند اندکی از سرمایه‌هایشان را بیرون کنند، اما بسیاری‌ها مجال این کار را از دست دادند. آمارهای مسئولان محلی طالبان نشان می‌دهند که در این رویداد بیش از 2500 دکان ویران شدند که زیانهای هنگفت مالی به دکانداران رسیدند. سیلاب‌های اخیر بیشترین جاده‌های ارتباطی غور با شهرهای دیگر و راه‌های فیروزکوه با شماری از ولسوالی‌ها را نیز بسته است.